مطلب مضر یا مفیدی باشد، موافق با خیر یا مطابق با شر باشد. برای عقل متفاوت نیست. خلاصه کلام این است که شما از عقل هر چه بخواهید همون رو برای شما حاصل میکنه. عقل به همون نحو میتواند به دزد، به سارق، به قاتل، به جانی خدمت بکند که به یک شخص خیرخواه، وسیع النظر، عالم، انسان حقیقت جوی خدمت میکند. به عنوان ابزاری در دسترس هر دو طبقه از اشخاصی که معمولا اونها رو اشخاص نیک یا اشخاص بد مینامیم میتواند قرار بگیرد. دلیل بر لنگی پای عقل در این مورد این است که میدانیم فلاسفه، حکما، بزرگان که عقلای نوع بشرند عقلشون رو به کار انداختن در راه یافتن غایت مطلوب و کمال مطلوب انسان، منتها هر کدام از اینها که عقلای نوع انسانند مطلوب نوع انسان رو امر مخصوصی که متفاوت است، متغیر است، حتی مخالف است، متناقض است با مطلوب های دیگران تحصیل کردن، به دست آوردن. کم نیستند حکمایی که کمال مطلوب انسان رو در به دست آوردن قدرتی دانستند که در مقابل اون قدرت باید هر ضعیفی از میان برود، هر زبونی زبونتر بشود و اصولا حق مشخصش، ملاکش قدرت باشد، توانایی باشد، نه چیز دیگر. و در مقابل هستند کسانی که کمال مطلوب انسان رو در ایثار و گذشت و فداکاری و کف نفس و امثال اینها گرفتن. این دوتا مثال رو زدم برای اینکه معلوم بشود که در تعیین کمال مطلوب برای نوع انسان با حکم عقل، با حکم فلسفه، با حکم فکر و با استغنای از وحی چه نتایج مختلف و متناقضی به دست می آید و موقف نوع انسان در این میان معلوم نمی شود. بنابراین خود خواه ناخواه یه همچون انسانی سرگشته می شود، راه گم می کند، در بیابانی سرگردان می ماند که اون بیابان نه آغازی دارد و نه انجامی دارد. و از همینجا این حوزه ها، این افکار عجیب و غریب فلسفی، سیاسی، اجتماعی به وجود می آید که هر کدامشون میخوان انسان رو به جایی بکشانند که اونجا درست در نقطه مقابل جاهایی است که دیگران خواستن به اونجاها هدایت کنند، راهنمایی کنند. مدتها حکمای اروپا به مناسبت غروری که پیدا کرده بودند با به کار بردن عقل در علم و تحصیل قدرت در صنایع ادعا کردند که از همین راه ما میتوانیم اساس اخلاق رو هم تأسیس کنیم، از همین راه میتوانیم تمدن معنوی و فرهنگی نوع انسان رو هم بنا بگذاریم. و قرنها طول کشید که پی بردن که نمیتوانند. یعنی اونچه اونها رو موفق کرده است در زمینه صنعت، در زمینه تحصیل قدرت بر طبیعت، در زمینه موفق شدن در امور مادی، همون وسیله‌ای نیست که اونها رو میتواند موفق بکند در زمینه اخلاقیات، در زمینه معنویات، در زمینه فرهنگ و در زمینه هر آنچه با تمدن ظاهری مغایرت داشته باشه یا غیر از تمدن ظاهری باشه. و چون روز به روز با به کار بردن این وسیله و با استفاده از تفکر علمی و فلسفی در نتیجه به کار بردن عقل مایوستر شدند از اینکه بتوانند روابط اخلاقی و معنوی و روحانی نوع انسان رو تنظیم بکنند، تمشیت بکنند، به همین سبب به عجز خود، به قصور خود واقف شدند و امروز ناگزیر روی آوردن به اینکه علاوه بر تمدن به فرهنگ هم باید توجه کرد و این دوتا کلمه تمدن و فرهنگ رو یا سیویلیزاسیون و کلتور رو در مقابل هم جای دادند. دو
مقوله مختلف ساختند که در یکی به پای دیگری نمی شود راه رفت. لزوم توجه به معنویات واضح شده است براشون در مقابل کارهایی که به عنوان کارهای علمی و صنعتی اونها رو در تمدن مادی موفق میکنه. گفتیم عقل وسیله است و غایت مطلوب رو، کمال مطلوب رو نمیتواند اختیار بکنه. پس این کمال مطلوب چگونه باید اختیار بشه؟ از کجا باید به دست بیاد؟ به چه وسیله‌ای باید تعیین بشه؟ البته در حیوانات هم جای اون هست که این حرف رو به میان بیاریم و جواب بخوایم. منتها جواب خیلی آسان پیدا می شود در اونها، خیلی آسان گفته میشه. و اون جواب این است که حیوانات مطلوبشون، غایتشون به حکم طبیعت مشخصه و یکی بیشتر هم نیست. به همین سبب است که در اونها حتی عقل هم موردی برای خودنمایی پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه عقل راهیاب، عقل کشاف در موردی که راه قبلا مشخص است و یکی بیشتر نیست کاری نداره انجام بده. حیوان راه مشخصی داره، همون راه رو هم میره و راه دیگری در مقابلش نیست که بر سر دو راه قرار بگیره و ناچار خودش باید راه خودش انتخاب بکنه. این مطلب رو در خیلی از عقاید خودم تکرار کردم، ولی چون مطلب اساسی است تکرارش باک ندارم. چون در حیوان یک همچو اختیاری معنی پیدا نمی‌کنه، یک همچو انتخابی، انتخاب راه یافتن معنی پیدا نمی‌کنه، چون راهش یافته شده قبلا، راهش نشون داده شده قبلا و یک راه بیشتر هم نیست. به همین مناسبت احتیاجی به عقل هم نیست. هم هدف مشخصه، هم وسیله وصول اون هدف مشخصه و این هر دو حکم غریزه مشخصه. اما در انسان چون پای عقل برای تشخیص راه، برای تشخیص وسیله به میون میاد، عقل جای غریزه رو میگیرد و بسیاری از غرایز حیوانی در انسان تحت تأثیر مداخله عقل صورت عوض میکند، به نحوه خاصی ظاهر میشود و کم کم غریزه تأثیرش حتی به صفر میرسد در زندگی انسان. همه غرایز، حتی ابتدایی ترین اونها، تحت تأثیر عمل عقلی تغییر صورت میدهد و همین سبب این دو کار از همدیگر جدا می شود. یعنی عقل راهیاب، عقل ابزارساز به اصطلاح بیسون، یا بهتر بگیم عقلی که خودش ابزار است و ابزاری بیش نیست، وسیله‌ای بیش نیست، به میون میاد برای اینکه راه پیدا کنه، برای اینکه وسیله وصول به هدف رو نشون بده. کار غریزه رو در اون مورد انجام میده. اما کار دیگری که اون هم در حیوان از غریزه ساخته شده بود، یعنی تشخیص هدف و غایت، در اینجا از دست عقل بیرون میاد. چون انسان از طبیعت حیوانی فراتر رفته، یعنی دیگه یک سره به حکم طبیعت عمل نمی کند، با غریزه به معنی صرف حیوانی و طبیعی خودش وداع کرده، به عقل روی آورده و عقل برای او وسیله وصول به هدف رو نشون میدهد، هدف او هم دیگر هدف حیوانی نمیتواند باشد. بسیاری از مردم امروز میخواهند با به کار بردن وسیله انسانی به هدف حیوانی برسند. وسیله انسانی برای وصول به هدف حیوانی. اغلب زندگی ها اینطوره، زندگی هایی که مقصود اصلی از اونها خور و خواب و خشم و شهوته که ناچار به شغب و جهل و ظلمت میرسد، زندگی هایی که منظور اساسی در اونها همونطور که عرض کردم خوردن و خفتن و آمیختنه، صرف به صورت حیوانی و طبیعی خودش، یک همچه وضعی رو پیدا کرده. یعنی با اینکه انسان است و با اینکه